روز شما بخیر بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است و ما با همکارانم شما رو با حادثه های مهم این روز شناس میکنیم. حالا توجه کنید به موضوع های اساسی این نشر برنامه. کشورهای اسلامی عملیات نظامی در غزه را محکوم و به ختم بلافاصله جنگ دعوت کردند، ولی کارشناسان میگویند تاثیر اظهارات آنها رمزی است. چندین سازمان یهودی در گوشه‌های مختلف امریکا از آتش بس طرفداری کرده خواستار ختم نزاع در غزه شدند. این حمله به مردم فلسطین که حالا رخ داده ایستاده است، خویشاوندان ما را امین نگه داشته نمیتواند. دخترم را یابید. مادر در فیض‌آباد میگوید دختر 39 سالش بعد جنجال خانوادگی 6 ماه اینجا بینام و نشان است. مرا گفت در آسیا بود، جنگ خورده بودیم، تلفن قطعی سرم دادگی. امروز کارمندان سازمان ملل متحد در جهان از جمله در شهر دوشنبه به خاطر 101 کارمند کشته شدهشان در جنگ میان اسرائیل و حماس که آن را اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تشکیلات تروریستی مینامند لحظه سکوت کردند. 101 کارمند آژانسی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌های فلسطینی در حمله‌های اسرائیل در غزه کشته شدند و به گفته تاتیانا والوای رهبر سازمان ملل متحد در ژنو این بزرگترین شمار کارمندان این سازمان است که در یک مدت کوتاه کشته می شوند. در همین حال در خود غزه مقامات بهداشتی و مردمی که در داخل بیمارخانه کلانترین این شهر بند مانده اند ادعاهای اسرائیل را درباره اینکه این کشور روز 12 نوامبر برای بجای انکوچ دادن کودکان و دیگران کمک کرده است رد کردند. آنها گفتند که نیزاها در نزدیکی این بیمارخانه دوام دارند و اینکوباتورها بی برق مانده و ذخیره های ضروری بیمارخانه تمام می شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تا زمان از جانب حماس آزاد شدن 240 گروگان آتش بس فوری را ناممکن خوانده است. حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و این کارش سبب شروع جنگ گردید. بحران در خاورمیانه را بسیار کشورهای مسلمان نشین محکوم کردند. در پایان جلسه‌ای که روز شنبه در عربستان سعودی برگزار شد، رهبران این کشورها از جمله تاجیکستان به ختم بلافاصله عملیات نظامی در غزه دعوت کرده، توضیح اسرائیل را که گفته است از خود دفاع می‌کند رد کردند. در این جلسه از جمله پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از تأسیس دولت فلسطین پشتیبانی نموده کشته شدن اهالی آسایشته را محکوم کرد. پیش از برنامه کامبیس فتاحی رئیس رادیو فردا را که با وضع منطقه خوب آشنا است به صحبت دعوت کردیم و نخست پرسیدیم تا کجا به نظر او جلسه که در عربستان سعودی برپا شد برای ختم این جنگ یا حداقل سبکتر کردن این بحران میتواند تاثیرگذار شود. خب بیشتر این جلسات میشه گفت سمبولیک و نمادین هست، یعنی اثری به صورت مستقیم بر جنگ غزه و همینطور عملیات اسرائیل نخواهد داشت. حتی موضع‌گیری های کشورهای اروپایی هم در گذشته در درگیری های گذشته هم اگر نگاه بکنیم لزوما بر موضع اسرائیل تأثیر جدی نداره. بزرگترین در واقع بازیگر این عرصه در مورد فشار احتمالی و مؤثر بودن موضعش بر اسرائیل دولت آمریکاست که در حال می‌بینیم که تا حد بسیار زیادی موضعش نزدیک است با اسرائیل و یک به صورت قاطع نیامده و بخواد مانع از عملیات ارتش اسرائیل در غزه بشه. بنابراین اگر کشورهای عرب و کشورهای اسلامی دور هم جمع میشن و موضع‌گیری هایی میکنن معمولا اثری نداره و این رو هم بگم معمولا یک چنین موضع‌گیری هایی رو مردم فلسطین در غزه در کرانه غربی عمدتاً یک چنین موضع‌گیری هایی رو چندان به خصوص از طرف کشورهایی که رابطه دیپلماتیک برگزار کردن و برقرار کردن با اسرائیل لزوما جدی نمیگیرن. بنابراین هرچند از لحاظ نهادین و دیپلماتیک برای رهبران این کشورها مهمه که دور هم جمع شدن موضع‌گیری میکنن، اما در عمل به نظر نمیاد که نه بر روند این جنگ تأثیری گذاشته بذاره و نه مانع از ادامه عملیات اسرائیل بشه. و سوال دیگری من این بود که آیا دورنمای جنگ ادامه یابنده در خاورمیانه را چگونه می‌بیند و تا کجا آن از نزاع‌ها در گذشته تفاوت دارد؟
خب این جنگ و بحران میشه گفت بی سابقه است. در جنگ‌های قبلی در سال 2012 2014 هیچ وقت حماس به این شکل وارد اسرائیل نشده بود و بیش از 1200 نفر رو قتل عام نکرده بود در آبادی‌های بسیار مختلفی در جنوب اسرائیل. بنابراین ضربه‌ای که اسرائیل خورد میشه گفت بی سابقه است. واکنش اسرائیل هم قابل مقایسه با دوران قبل نیست. خود من در سال 2012 2014 میلادی در داخل غزه بودم. جنگ‌ها معمولاً در درگیری‌های گذشته چند روز تا چندین هفته طول می‌کشید، حد اکثر و تمام می‌شد. به این شکل نبود و اسرائیل لزوما نیروی زمینی به این شکل نمی‌فرستاد. الان برخلاف گذشته که سیاست مهار حماس بوده و ادامه در واقع محاصره غزه، الان اسرائیلی‌ها میگه صحبت از در واقع این میکنن که حماس باید ریشه‌کن بشه و همینطور غزه از نظر اونها تهدید کردن که دوباره اون رو به اشغال نظامی در خواهند آورد. بنابراین ما میشه گفت در یک فاز و در یک مرحله دیگر هستیم که در گذشته شاهدش نبودیم. تشکر. کامبیس فتاحی رئیس رادیو فردا به سوال‌های ما پاسخ داد. حمله‌های هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در غزه در پاسخ به ضربه‌های غافلگیرانه حماس هرچند در داخل اسرائیل پشتیبانی گسترده پیدا کرده است، در میان برخی از جامعه‌های آمریکایی‌های یهودی تبار با مخالفت روبرو شد. تلویزیون صدای آمریکا در این باره گزارشی آماده کرده است که آن را میرزا نبی خالقزاد تقدیم می‌کند. ضربه‌های وحشت‌افکنانه حماس به اسرائیلیان جامعه‌های یهودی آمریکا را تکان داد. آنها به نشان حمایت از اسرائیل و گرامی داشت یاد قربانیان گرد همایی برگزار کردند. یایر لیو در فیلادلفیا اندیشه‌های خود را بیان نمود. سخن درباره محکوم کردن جنایتی بدترین ضد یهودی در 80 سال اخیر می رود. ما نمی توانیم این را تحمل کنیم. همه ما نوابسته از دین و نژاد کاری از دستمان می آمده را انجام می دهیم تا اسرائیل را در این روزهای دهشتبار دستگیری نماییم. در نظرسنجی‌های مرکز تحقیقاتی پیو در سال 2019 و 2020 اکثریت آمریکایی‌های یهودی تبار گفتند که باور دارد غمخواری نسبت اسرائیل یک جزء اساسی و مهمی یهودیت آنهاست. اما پرسش افکار این چنین روزدن فرق بین نسل‌های جوان و سالمند را در این بابت آشکار کرد. هرچند به گفته بعضی تحلیلگران دیدگاه کلانسالان هنوز برتری دارد. در بین یهودیان کلانسال و دیندار همبستگی با اسرائیل قوی تر است. یعنی حس وجود دارد که اسرائیل یک جزء هویت ماست و به معنای یهودی بودن است. اما یهودیانی که جوانترند می توان مشاهده کرد که احتمال اکثریتشان با اسرائیل همبستگی زیاد ندارند. برخی از جوانان آمریکایی یهودی تبار در نیمه ماه اکتبر در نزد بنای کپیتولی آمریکا تظاهرات کردند. آنها گفتند از حمله غافلگیرانه تروریستی حماس غمزده شدند، ولی واکنش نظامی اسرائیل را رد می‌کنند که سبب بحران بشری در نوار غزه شده است. ما این غم و درد را به کوچه ها میبریم تا بگویم که این جنگ، این حمله به مردم فلسطین که حالا رخ داده ایستاده است، خویشاوندان ما را امین نگه داشته نمیتواند. این کار عزیزان ما را برنمیگرداند. برخی از دیگر اعتراضگران آمریکایی یهودی تبار از موضع‌گیری واشنگتن در مورد نزاع اظهار نگرانی کردند. پرزیدنت بایدن چشمان خود را گشایید. ببینید که در غزه چی می‌گذرد. به خرابی‌های غزه نگرید. شما باید برخیزید و به نسل کشی خاتمه دهید و فوراً آتش بس را طلب کنید. باید از جانب ایالات متحده و دیگر کشورها فشار آورده شود تا این دیوانگی و جنگ را بس کنند. اشر کافمن پروفسور تاریخ و تحقیقات صلح میگوید با ادامه حمله جوابی اسرائیل و افزایش شمار قربانیان خشونت نگاه داشتن دیدگاه‌ها عاید نظام مشکل‌تر می‌شود. شما می توانید عملهای حماس را در روز 7 اکتبر محکوم کنید و در برابر این شما می توانید از ادامه اشغال اسرائیل در ساحل غربی و محاصره غزه انتقاد کنید. به نظر من این دو یکدیگر را انکار نمی کنند. اما حالا این همه را مشاهده کردن خیلی مرکب و دشوار است. مردم صبر ندارند. به نظر کافمن اگر وضعیت بشری در غزه بدتر شود، این اختلاف می تواند باز هم عمیق‌تر گردد.
در ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان خانواده اینک 6 ماه است راه دختری گم شده اش را می جوید. زنی 39 ساله و مادری 3 فرزند نابالغ در یک شرایط مرموز از خانه رفت و دیگر برنگشت. معلوم نیست که تا کجا ناپدید شوی او به طلاق لفظی با همسرش ربط دارد و پلیس آیا واقعا هم در جستجوی این زن تلاش دارد یا نه. همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله موضوع را شرح می دهند. یک بار یک تلفن روی کرد نه زندگی نکنه من بوده کار ندارم فقط آواز شد. این خانواده در ناحیه فیض‌آباد بیشتر از 6 ماه باز دختری بیدرک شده اشون را جستجو دارند. مادر شب و روز گوش به زنگ و خبری از سمیه 39 ساله است. باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر برنگشته است. سحر کار رفته بود اومد شش همه جا اومد شش گفت که چی ما گفت در ملیسا میتماش ما گفتم چی با گفت که ما جنجال خوردگی با او دخترم اومد هیورشم اومد گفتم برای چه خیلی کار کردست شما که گفت که مرا گفت در آسیا بود جنگ خورده بودین تلفن قطعی سرم دادگی من زندگی نمیکنم دیگه. سمیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده‌اش شوهرش از او طلب کرده است که کارو بس کند ولی این طلب او را اجرا نکرده است. نه کار من گفتم که خیلی سببش همه باشه شروع مصلحت که با هم خیلی رفتم با اومد همون دخترو گفت که اوچا گو من یه جا میرم بعد میام گو با قطیت ما یه جا مهمانی میرفته بعد میام قطیت میرم و زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چه من در حصارم همون جدا میگه یک کانتر داکمنت میگم میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن تا تلفن کلان در دستش نه نمیراش کار میکنه نه یک گونچش کار میکنه خب همین تا دیگه شوشم نیومد خدشم نیومد. شوهر سمیه پیش از بیدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته بعد این مدت دیگر باره به مهاجرت مهنتی می رود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض‌آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سمیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلافی نظر داشتند ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگامی در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک را دارد. در اداره پلیس فیض‌آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افزود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. با همین 3 مشید رفتم گفت که ما دیده شدیم. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامراها یا صحبت‌های تلفنیش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده ازدواج او با شوهرش با خواست والدان صورت گرفته است. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی‌شود. اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بیدرک شدند. معلوم نیست چقدری از اینها یافت و چند نفرشان بیدرک باقی مانده است. و در آخر برنامه یک خبر دیگر امروز در دوشنبه در سن 77 سالگی اسلم دادی خدایف سرمحرر پیشین برنامه اخباری تاجیکستان درگذشت. نزدیکانش به رادیوی آزادی گفتند که او چند مدت از بیماری دل رنج می‌برد. قرار است مراسم جنازه این کارمند سابقه دار تلویزیون دولتی تاجیکستان فردا 14 نوامبر در مسجد یکاچینار دوشنبه دایر شود. و بینندگان عزیز در همینجا برنامه به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو همیشه میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. خداحافظ.